از رنج بردن، مردم از تحریم رنج بردن. اینکه میاد نامزد میگه که من در راستای رفع تحریم ها تلاش خواهم کرد و ارتباط جهانی ایران رو توسعه خواهم داد و با کشورهای دنیا رابطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با رعایت منافع ملی دو طرفه برد برقرار خواهم کرد، این جذابیت بیشتری داره تا اونی که میاد میگه ما وضع موجود رو ادامه خواهیم داد، یعنی تحریم به جای خود باقی خواهد ماند و وضع موجود همین دیگه تحریم. خب این به اعتقاد من شاخص دومی هست که به صورت مثبت آقای پزشکیان تونسته عمل کنه و در توجه مردم و رأیشون در نظرسنجی ها هم